توی این کلیپ میخوایم در مورد تنظیمات آدیو ستینگ و نحوه کار با پرامپت ها یا پیغام های دستگاه مای PBX صحبت کنیم. برای این کار کافیه که از تب PBX وارد بخش آدیو ستینگ و قسمت کاستم پرامپت بشیم. همونطور که مشاهده میکنین به دو روش میتونیم فایل های پرامپتمون رو به دستگاه مای PBX بدیم. روش اول رکورد نیو پرامپت است. در واقع من یک پیغام جدید رو ضبط کنم. خب من اگه روی رکورد نیو پرامپت کلیک کنم، یک پنجره پاپ آپ برای من باز میشه که از من اسم فایل و یک شماره داخلی رو میخواد. خب من اسم فایلم رو تست میدم و شماره داخلیم رو 100. حالا اگه من روی رکورد کلیک کنم، از طرف مای PBX با داخلی 100 تماسی برقرار میشه. کافیه که من این تماس رو جواب بدم و پیغام مورد نظرم رو بخونم. وقتی که تماس رو قطع کنم، مکالمه به صورت یک فایل پرامپت سیو میشه که میتونم از اون توی تماس های مای PBX هم استفاده کنم. اما روش دیگه اینه که من یک فایل پرامپت رو از قبل ضبط شده و آماده دارم که میخوام روی دستگاه مای PBX هم آپلود کنم. اما در نظر داشته باشید که فایل مورد نظری که میخواین آپلود کنین حجمش نباید بیشتر از 1.8 مگ باشه. فرمتش هم باید به صورت ذکر شده باشه. آدرس فایل رو به دستگاه مای PBX میدم و آپلود میکنم. همچنین شما میتونین فایل مورد نظرتون رو دوباره ضبط کنین، پخش کنین، دانلود کنین و یا پاکش کنین.